سلام بچه‌ها، امروز یه چالش جدید داریم. سلام بچه‌ها، بالاخره رسیدیم به این چالش جذاب. ترکیب خیار شور با عسل، نارنگی با عسل. بریم ببینیم که چی میشه. برو بریم. من همیشه عاشق عطر نارنگی بودم. یادم قبلا مدرسه میرفتیم، ته کلاس که می‌نشستیم، می‌خواستیم نارنگی رو بخوریم، عطرش کل کلاس رو می‌گرفت. نارنگی دوست داشتی؟ خیلی. مخصوصا اول فصل که تازه میاد به بازار. کدوم فصل؟ خب اول نارنگی رو تست کنیم. به نظرم که خوشمزه میشه، چون عسل فکر کنم با همه چی خوشمزه. ولی من فکر نکنم خوشمزه بشه. بریم که تستش کنیم. خوشمزه شد. خیلی خوب بود. خیلی. انگار که نارنگی شیرین شد، قندی شد. خیلی خوشمزه بود. خب این ترکیب خیلی دوست داشتم. من خیلی دوستش داشتم. آره ترکیب خیلی خوشمزه بود. مثلا فکر نمی‌کردم که خوشمزه باشه. ترکیب بعدی هم تست کنیم. بریم. خیار شور و عسل. این هم فکر کنم خوشمزه بشه، چون شوری و شیرینی به نظرم خوبه. من نظری ندارم. عالی شد. خیلی خوب بود. مثلا انتظارشو نداشتم ولی خیلی خوب. آره بچه‌ها واقعا خیار شور عسلم خیلی خوشمزه خیلی شد. خوشمزه شد. یه ترکیب باحال. انتظار نداشتم که هر دوتاشون خوشمزه باشه ولی هر دوتاشون خیلی خوب بود. اگه دوست داشتین خودتون هم تست کنین. ولی من ترکیب عسل با خیار شور خیلی بیشتر دوست داشتم. به این ترکیب 10 از 10 میدم، به نارنگی 9 از 8. دو تا ترکیب خیلی خوشمزه بود ولی من ترکیب خیار شور با عسل رو واقعا بیشتر دوست داشتم که بهش 10 از 10 میدم، ولی به ترکیب عسل با نارنگی 8 از 10 میدم. من به ترکیب عسل و نارنگی 9 از 10 میدم و به ترکیب خیار شور و عسل 7 از 10 میدم. خیلی خوشمزه بود هر دوتاشون ولی چون این شوریش خیلی زیاده یه تضاد رو احساس میکنم، به خاطر همون این عدد رو بهش دادم. ولی خب من ترکیب خیار شور عسل واقعا دوست داشتم، یعنی میره جز اون چیزایی که واقعا دوست دارم هر روز تستش کنم. خب این چالش هم تموم شد. مرسی که تا انتهای ویدیو ما رو تماشا کردین. اگه ویدیومون رو دوست داشتین ممنون میشیم که لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. بریم برای چالش‌های بیشتر. خدافظ.